امروز واکسن سپوتنیک و که 3 سالی فدراسیون روسیه است به ولایت سوغد وارد می‌گردد. در این باره رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده هنگام برگزاری چهاربینی تنتنوی و مناسبت روز طبیبان اطلاع داد. صبح امروز سنه 16 آگوست بخشیده به روز کارمندان ساحه طب در کاخ رودکی چهاربینی تنتنوی برگزار گردید. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده هنگام سخنرانی تمام کارمندان ساحه طب را با روز کسبیشان تبریک نمود. تاکید نمود که خدمت آنها در حالت پاندمی کرونا ویروس باعث تحسین و آفرین هاست، زیرا آنها برای سلامتی ملت تا جان در دست دارند مبارزه میبرند. به این مناسبت کل کارمندان و سابقه‌داران ساحه را شادباش گفته سلامتی بردوام، خاطر جمعی، سعادت روزگار و در فعالیت کسبیشان موفقیت‌های بی‌نظیر را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد تمام می‌نمایند. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده تاکید نمود که ساکنان از 18 ساله بالا را ضرور است که ضد بیماری کرونا ویروس به واکسیناسیون فرا گرفته شوند، زیرا این یگانه راه پیشگیری از بیماری سرایتی کووید 19 است. اینچنین او ابراز نمود که حالا از همه منطقه آسیب پذیر در جمهوری این ولایت سوغد به حساب می رود. از این سبب راه حل و پیشگیری بیماری سرایتی کووید 19 این واکسیناسیون به حساب می رود. در ولایت سوغد تا امروز 23.9% اهالی از ایمونیزاسیون بر ضد کووید 19 گذشتند. ساکنان با واسطه واکسن‌های مدرنا، کروناواک، استرازنکا ام شدند. در سال روان به ولایت سوغد زیاد از 33,600 واکسن استرازنکا، 276,200 مایع واکسن کروناواک، 480,000 مایع واکسن مدرنا وارد شدند. تا سنه 15 آگوست سال 2021 زیاد از 400,000 نفر ایمونیزاسیون گرفتند. همگی 23.9% ما پوره شهروندان را همگی واکسیناسیون کردیم و خلاص. جمهوری باشد امروز ما از سطح جمهوری پس جمهوری 22%. من در شهر دوشنبه بسیار به ترتیب امروز ایمونیزاسیون رفته. شهر دوشنبه 65% امروز علاقه پوره در بر گرفت. در ولایت سوغد شماره سرایت یافتگان به بیماری کرونا ویروس که در بیمارخانه بستری شدند 190 نفر را تشکیل می دهد. شماره شخصانی که در خانه طبابت می گیرند به 219 نفر برابر است. باید ذکر نمود که در این مبارزه شدید طبیبان سهم ارزنده خود را گذاشتند. بعضی از آنها در مبارزه با این ویروس فوتیدند، اما آنها برای صحتی خلق کارهای شایسته را به انجام رسانیدند. این زمان با اهالی ولایت سوغد 5304 طبیبان و 18150 نفر کارمندان میانه طبی خدمترسانی طبی رسانده ایستادند. در ولایت نشانداد تامینات با طبیبان و 10,000 اهالی و 915 و با کارمندان میانه 66,400 را تشکیل می‌دهد. به طبیبان بخشیده به روزی کسبیشان از جانب رئیس ولایت سوغد سپاسنامه و افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد. اینچنین با مکافات پولی قدردانی شدند. گزارش مهرانگیز عبداحد و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.